شما هم مثل من بچه که بودین خوراک مورد علاقتون این شیرین گندمکا بودن؟ یادش بخیر. سلام بچه ها، من زهره قاسمی هستم. امروز با هم میخوایم گندم تفت داده شده شیرین رو درست کنیم که بهش شیرین گندمک میگن. برای اینکه 2 پیاله شیرین گندمک داشته باشین نیاز داریم به 1 لیوان گندم تازه و مرغوب. البته منظورم از گندم تازه گندمیه که خیلی توی کابینتتون نمونده باشه چند سال و کهنه شده باشه و کیفیتش رو از دست داده باشه. این 1 لیوان گندم رو الان من پاک کردم و با دقت نگاه کردم که بینشون چوب ریز و خشک نباشه. حالا میخوام بشورمشون. سعی کنید از یه آبکشی استفاده کنین که گندم‌ها از بینش رد نشه و داخل سینک آشپزخونه بریزه. یه قابلمه سایز متوسط رو روی حرارت قرار بدین، داخلش آب جوش بریزین و گندم ها رو بهش انتقال بدین. حدوداً 45 دقیقه نیازه برای اینکه گندم شما بپزه و مغز پخت بشه. البته همونطور که میدونین گندم ها کیفیتشون فرق داره و امکان داره گندم شما 1 ساعت الی 1 ساعت و نیم هم زمان نیاز داشته باشه برای پختن. وقتی که آب جوش اومد در قابلمه رو کامل نذارید، مثل من به حالت نیمه بذارید برای اینکه جلوگیری بشه از پوست انداختن گندم ها. 2 قاشق غذاخوری هم سرکه بریزین که در آخر به پفش کمک میکنه. گندم من تقریباً 50 دقیقه‌ای پخت و این نشون دهنده مرغوبیت گندمه و من خیالم راحته که از همین ابتدای پخت یه گندمی دارم که خیلی خوب قراره پف کنه. اولین راز پف کردن اون سرکه بود که بهتون گفتم موقعی جوشیدن داخل آب بریزین. دومیش اینه که باید بهش شوک بدیم. به محض اینکه داخل آب کش ریختین فوراً آب سرد رو روش باز کنین. کاملا که خنک شدن حالا دیگه آبو ببندید. اجازه بدین 5 دقیقه بمونن تا آبشون کشیده بشه و بعد روی یه سینی پارچه نخی بندازید، روی اون پارچه پهن کنین تا کاملا خشک بشن. به محض اینکه روی سینی پهن میکنید هنوز نم دارن و مرطوبن. اینجا وقت اضافه کردن شکره، چون شکرها بهش میچسبن. مقدار شکر با توجه به سلیقه و ذائقه‌تون متفاوته. این 1 لیوان گندمی بود که بعد از پخت باد کرد و تقریباً 2 برابر شد. من به این مقدار گندم 1/3 لیوان شکر زدم و یه شیرینی اندازه رو به کمی داشتن. اگه دوست دارید مثل شیرین گندمک‌های بیرون کاملا شیرین باشه شما باید 2/3 لیوان شکر به این گندم‌ها اضافه کنین. سطح گندمک‌ها رو صاف کنیم و توی دمای محیط ترجیحاً یه جای نسبتاً گرم قرار بدین تا خشک بشن. من 1 روز بهشون زمان دادم و روی کانتر آشپزخونه گذاشتم، خودشون با هوای محیط خشک شدن. بچه ها راز سوم پف کردن این گندمک‌ها قسمت خشک کردنشونه. شما به هیچ وجه روی حرارت مستقیم مثل حرارت و گرمای بخاری یا شوفاژ نباید اینا رو خشک کنین. این کار باعث میشه به هیچ عنوان پف نکنن. شما فقط باید صبور باشین و توی دمای محیط خودشون خشک بشن. بعد از خشک کردنشون بریم سراغ قسمت جذاب سرخ کردن.
راز شماره 4 زیاد بودن و فوق‌العاده داغ بودن روغنتونه که البته برای این کار یه تست کوچیکم بهتون یاد میدم که ببینین روغنتون به مقدار کافی داغ شده یا نه. اینم گندمکای خشک من. یه راز پنجمی هم اینجا بهتون بگم که اگه گندمکاتون خیس باشه و رطوبت داشته باشه اصلاً باز نمیشه. کاملاً باید رطوبتشون رو از دست داده باشن. حالا ببینید من چند تا دونه کم از گندم ها رو داخل این صافی کوچیک میندازم. ببینین اصلا پف نکرد. شاید شما احساس کنید روغنتون داغ شده ولی داغی متوسط برای پف کردن گندم ها کافی نیست. باید خیلی داغ شده باشه. یه مشت خالی گندم داخل توری فلزی یا الک بریزین. داخل روغن فوق‌العاده داغ فرو ببرین و سریع شروع کنین به تکون دادن. با این تکون دادن خیلی زود میبینین که باز شدن. اصلا 15 ثانیه طول میکشه این اتفاق و انقدر قشنگ با تکون دادن پفشون کامل میشه و دیگه باید سریع خارجش کنین از روغن. اگه داخل روغن نگهش دارین به هوای اینکه خیلی بیشتر پف کنه میبینین که متاسفانه رنگ گندمکا داره تیره میشه و به حالت سوختن پیش میره. خیلی سریع به دستمال روغنگیر انتقال بدین که روغنش گرفته باشه و سطحش چرب نباشه که موقعی خوردن این حالت چرب بودنش اصلا خوشایند نیست و اونایی که خیلی تیره شدن رو سعی کنین جدا کنین تا گندمکاتون یک دست بشن. بعد از اینکه از دم و بیفتن و روغنشون گرفته بشه چند درجه روشن‌تر میشن، پس خیالتون راحت باشه. راز شماره 6 اینه که با حوصله و صبوری اینا رو سرخ بکنین. هر دفعه یه مشت خالی یه تعداد کم گندم رو سرخ کنین. اگه بخواین یه مشت پر یا برای مثال نصف لیوان رو داخل الک یا توری فلزی بریزین اونا روی هم فشار میارن و اصلا پف نمیکنن. یکی از تنقلات سالمیه که واقعا همه دوستش دارن. امیدوارم درست کنین کلی گندمکاتون پف کنن. تازه به جای شکر شما میتونین نمک یا حتی فلفل هم بزنین. یه سوالی که تو ذهنتون ایجاد شده باشه شاید اون روغن یه مقداری شیرین شده باشه. آره باید راستشو بگم که شیرین میشه اما میتونین نگه دارین برای سرخ کردن بامیه یا پیراشکی. اگه این آموزش رو دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنین و ویدیوهای دیگه ما حتما ببینین. کلی آموزش های آشپزی کاربردی براتون گذاشتم.